روی کره زمین بیش از 190 کشور رسمی داریم. چرا میگیم رسمی؟ چون هنوز بعضیاشون مثل کوسوو یا تایوان هنوز بحث برانگیزن و هر کدوم قوانین خاص خودشون رو دارن. اما بعضی از این قوانین انقدر عجیب و غریبن که آدم باور نمیکنه هنوز اجرا میشن. امروز میخوایم با هم یه تور جهانی بزنیم و چند تا از جالبترین هاشون رو ببینیم. اگر تا حالا این قوانین رو شنیدی یا خودت تجربه کردی، حتما تو کامنت ها برامون بنویس. قبل از اینکه شروع کنیم، اگر دوست داشتی ویدیوهای بیشتری مثل این ببینی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا هیچ کدوم رو از دست ندی. خب، بریم سراغ اولین قانون عجیب، سنگاپور و ممنوعیت آدامس. تصور کن بری سنگاپور، یکی از تمیزترین شهرهای دنیا، و بخوای آدامس بجوی. فاجعه! از سال 1992 خرید، فروش و حتی جویدن آدامس معمولی کاملا ممنوعه. دلیلش آدامس های چسبیده به پیاده‌روها و درهای مترو که شهر رو کثیف می‌کردن و هزینه پاکسازی بالایی داشت. اگر توریست باشی و آدامس تو چمدونت پیدا کنن، ممکنه تا چند هزار دلار جریمه بشی، بسته به خلق و خوی پلیس. فروشنده ها هم بدتر، ممکنه زندان و جریمه سنگین بخورن. البته از سال 2004 آدامس های درمانی مثل نیکوتینی با نسخه دکتر مجاز شدن. سنگاپور واقعاً جدی میگیره تمیزی رو. حالا بریم فنلاند. اینجا یه زمانی قانون جالبی داشتن در مورد سگ‌های خانگی. مالیات سگ. از قرن 19 صاحب سگ باید به ازای هر قلاده مالیات میداد و یه پلاک کوچیک به گردن سگ میانداختن تا پلیس ببینه پرداخت شده. این قانون تا اوایل قرن 21 ادامه داشت، ولی حالا دیگه نیست. فنلاندی ها بالاخره سگ ها رو راحت گذاشتن. در استرالیا قوانین عجیبی زیاده. مثلا تو بارها اگر مشتری مست باشه، بارمن حق نداره دوباره بهش مشروب بده. جریمه داره. یه قانون دیگه که تا سال 2021 معتبر بود، تو ایالت غربی داشتن بیشتر از 50 کیلو سیب زمینی تو خونه غیر قانونی بود. این مال زمان جنگ بود که قیمت‌ها رو کنترل کنن، ولی بالاخره لغوش کردن. و یه شایعه معروف، اگر دستشویی نزدیک نباشه، میتونی روی چرخ عقب چپ ماشینت ادرار کنی، ولی مراقب باش چون ادرار عمومی همچنان جریمه داره. در کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن و کره جنوبی، پا به رهنه بیرون رفتن بی‌احترامی بزرگی حساب میشه. البته تو غرب عادیه. اما قانون جالبتر، تو این کشورها صدای شاتر دوربین گوشی‌ها رو نمیتونی خاموش کنی. دلیلش جلوگیری از عکسبرداری مخفیانه، مخصوصاً تو مکانهای شلوغ که قبلاً مشکلاتی پیش اومده بود. بریم امارات متحده عربی. اینجا فحش دادن حتی آنلاین یا تو چت خصوصی جرم سنگینه. طبق قانون سایبری، توهین یا افترا میتونه منجر به زندان و جریمه بشه. یه مورد واقعی، یه خانم انگلیسی تو دبی تو فیسبوک در مورد همسر سابقش کامنت توهین‌آمیز گذاشت و صبح فردا دستگیر شد. البته با عذرخواهی جریمه‌اش کردن، نه زندان. همچنین آوردن قرص‌های کدئیندار بدون نسخه حمل مواد مخدر حساب میشه. در سریلانکا، کشور بودایی زیبا با معابد خیره کننده، یه قانون فرهنگی خیلی جدی دارن که سلفی گرفتن طوری که مجسمه بودا پشت سرت باشه کاملاً بی‌احترامیه و میتونه جریمه سنگین یا حتی دستگیری داشته باشه. چرا؟ چون با این کار پشتت رو به بودا میکنی که نماد عدم احترامه. گردشگران زیادی به خاطر عکس‌های نامناسب با مجسمه‌های بودا اخراج شدن یا جریمه خوردن. پس اگر رفتی اونجا، عکس بگیر، اما همیشه روبروی بودا باش و احترام بگذار. این کشور بودایی‌ها رو خیلی مقدس میدونن. اسپانیا، منطقه گالیسیا در شمال غربی. تصور کن بری ساحل زیبای اتلانتیک، بخوای با بچه‌ها قلعه سنگی بسازی، اما نه، ساختن قلعه سنگی یا هر ساختار بزرگ از ماسه روی ساحل ممنوعه و جریمش تا 1500 یوروه. دلیلش حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از فرسایش ساحله. حتی اگر ماسه رو همونجا نگهداری، این کار میتونه به اتعاد طبیعی ساحل آسیب برسونه. پس بهتره فقط آفتاب بگیری و شنا کنی. حالا سوئیس، کشور آرامش و دقت ساعتسازی. یک شنبه ها روز مقدس استراحته. شستن ماشین، روشن کردن ماشین چمنزن، جارو برقی پر سر و صدا یا حتی حفاری و کارهای پر نویز کاملا ممنوعه.
چرا؟ چون سوئیسی‌ها باور دارن یک شنبه باید در سکوت مطلق باشه تا همه واقعاً استراحت کنن. حتی تو بعضی مناطق آویزون کردن لباس‌ها بیرون یا بازیافتی زباله‌های پر سر و صدا هم محدودیت داره. اگر ویلولو کنی، همسایه‌ها سریع شکایت می‌کنن و جریمه میشی. اینجا آرامش اولویت اوله. در ایالت آریزونای آمریکا، صحرای سونوران با اون کاکتوس‌های غول‌پیکر ساگوارو که مثل نگهبان‌های بیابان ایستادن، این کاکتوس‌ها نماد آریزونان و فوق‌العاده محافظت شدن. بعضیاشون بیش از 200 سال عمر دارن و ارتفاعشون به 15 متر میرسه. آسیب زدن، قطع کردن یا حتی جابجا کردن بدون مجوز میتونه جریمه سنگین یا حتی زندان تا چند سال داشته باشه. دلیلش این گیاهان خیلی کند رشد میکنن و اکوسیستم صحرا بهشون وابسته است. پرنده‌ها و حیوانات توشون لونه میسازن. در تایلند، کشور لبخندها و ساحل‌های رویایی، یه قانون عجیب جاده‌ای دارن. رانندگی بدون تیشرت برای مردها و زنها کاملاً ممنوعه و جریمه داره. حتی تو گرمای طاقت فرسای تایپون باید لباس بپوشید چون بی‌احترامی به بقیه راننده‌ها و آبرین حساب میشه. توریستای زیادی به خاطر موتورسواری لختن جریمه شدن. پس اگر رفتی بانکوک یا پوکت، یادت باشه تیشرتتو در بیار فقط تو ساحل. و در مصر رأی دادن اجباریه. اگر واجد و شرایط باشی و نری پای صندوق، جریمه حدود $28 میشی که تو مصر مبلغ قابل توجهیه. این قانون برای افزایش مشارکت مردمه. البته همیشه سختگیرانه اجرا نمیشه. دوستان، اینا فقط چند تا از قوانین عجیب دنیا بودن. خیلیاشون ریشه تاریخی یا فرهنگی دارن و نشون میدن چقدر کشورها متفاوتن. اگر قانون عجیب دیگه‌ای میشناسی که هنوز اجرا میشه، حتما تو کامنت ها بگو تا همه بخونیم. ویدیو رو لایک کن، با دوستات شیر کن و اگر هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. خب، ممنون که همراه بودی.